درود فراوان و وقت بخیر به رفقای همشیوا زدید. پارسا هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اجازه و خفن دیگه از چنل یوتیوب خودتون. بچه ها، اولین ویدیو یوتیوبمون هم داره افتتاح میشه. چنل آپاراتمون که بجا چنل روبیکامون هم داریم. جوین چنل روبیکامون هم بشید، لینک زیر همین ویدیو هستش. لینک کانال یوتیوبمون هم زیر این ویدیو میذارم. خواستید برید جوین کانال یوتیوبمون هم بشید. توی توضیحات کانال یوتیوب لینک کانال آپارات هم میذارم دیگه. جوین کانال هم روبیکامون بشید، کانال آپاراتمون رو دنبال بکنید، چنل یوتیوبمون هم سابسکرایب بکنید. بریم سراغ ویدیو خفن یوتیوبمون. ببینید، اول اینکه بهتون بگم که این اولین ویدیوی چنل یوتیوبمون هستش. یعنی اون میشه گفتش که یک معرفی و افتتاحی و اعلامیه برای این هستش که آقا مثلا چنل یوتیوبمون بالاخره داره راه میفته. یعنی بعد از این همه مدت، نمیدونم چرا یوتیوب ویدیو نمینداختم، نمیدونم چرا، ولی خب دیگه یکی از رفقا بهمون گفته که چنل یوتیوبم راه بنداز و دیگه اونجا هم فعالیت تو داشته باش. دیگه ما هم به حرف ایشون احترام گذاشتیم و دیگه گفتیم که چنل یوتیوبمون هم راه اندازی بکنیم. و ببینید، چنل یوتیوبمون با آپارات خیلی فرق نمیکنه. خب یعنی هر ویدیویی که تو آپارات میذاریم تو چنل یوتیوب هم میذاریم، ولی امکان داره تو چنل یوتیوب ویدیوهای بیشتری قرار بدیم. هر کدوم نوعی ویدیو جدید برای خودشون دارن. مثلا ویدیوهایی که مثلا گیم پلی و اینا همشون توی دوتا چنل هم آپلود میشن و توضیحات و اینا هم اگه درباره آپارات باشه که توی آپارات قرار میگیره، ولی اگه درباره یوتیوب باشه توی یوتیوب افتتاحیه‌شو میذاریم براتون. ویدیوشو میگم افتتاحیه، خیلی وقت ویدیو نگرفتم، مثلا نمیدونم باید چجوری حرف بزنم. و ما چند وقته که فعالیت کانال به مدت فکر کنم یه هفته است که خوابوندیم و ویدیو نداشتیم. تو این یه هفته حتی 105 نفر شدیم. آخرین ویدیویی هم که گفتیم آنباکس کامپیوتر جدیدمون بود که یه ویدیو دربارهش میندازم چون توضیحات لازمی میخواد. من خیلی حالا توی آپارات توی آنباکسینگ خیلی توضیحات بهتون نگفتم، ولی توی آپارات البته بعد این ویدیو شاید بعد یا تاسو آشورا براتون ویدیوشو بذارم یا بعد این ویدیو، چون امروز کار زیاد داریم، به خاطر همین فکر نمی کنم که امروز براتون بذارم ویدیوشو. و خلاصه بهتون بگم که یوتیوبمون بالاخره راه افتاده. یعنی هر ویدیویی که توی آپارات بندازیم توی یوتیوب هم هستش. دوتا کانال پرقدرت قراره که ویدیو بندازیم ازشون و دیگه ببینیم که حمایت شما چجوری هستش. بچه ها، چنل روبیکامون و یوتیوب و نمیدونم آپارات همشون رو یعنی فعال بشید توش، بیاید توش، چون ویدیوهای خفن دیگه از بعد تاسو آشورا قراره که پرقدرت فقط شروع به ویدیو بکنیم. شاید روزانه یه 2 تا 3 تا ویدیو داشته باشیم و دیگه حتما دیگه حمایت اخیرتون رو بکنید. یه ویدیو هم درباره کامپیوتر همینطور که بهتون گفتم میذارم. البته اون اینطوری هستش که توی تقریبا میشه گفتش که اونو توی یوتیوب نمیندازم، چون توی یوتیوب آنباکسینگ کامپیوتر رو نذاشتیم. توی آپارات براتون میذارم ویدیوشو که ببینید که چه خبر هستش، چون که یک توضیحات مفصل باید من برای این کامپیوتر حالا بهتون بگم که چجوری هستش. توضیحات جدید هستش. چنل یوتیوبمون که ویدیوهاش مشخصه که چجوری هستش. بعد ویدیوهایی که توی آپارات میندازیم تو چنل یوتیوب هم هستش. توی چنل یوتیوب اینطوری هستش که ما مثلا چالشایی، اگه چالشی بیاد چیزی بیاد سر زمان خودش براتون میندازیم. اخبار و شایعات و نمیدونم همه چی هم براتون میذارم تو چنل یوتیوب. یعنی نه که مثلا توی آپارات بزنیم بگیم آقا یوتیوب به جهنم یا مثلا آپارات به جهنم، نه، توی هر 2 تا پلتفرم هم ما قراره که ویدیو بندازیم. توی یوتیوب که به راه هر ویدیویی که درباره یوتیوب بندازه توی خود چنل یوتیوب قراره که بذاریمش.
و خلاصه بهتون بگم که اونم نامش کلش آف کلنز گیم هستش ولی به انگلیسی نوشته شده. و خلاصه بهتون بگم که لینک چنل یوتیوبمون این زیر هستش، خواستید عضو چنل یوتیوبمونم بشید. بچه ها ویدیویی که قراره که درباره کامپیوتر بذارم یک ویدیو بسیار ناراحت کننده هستش، چون که واقعا خودم اصلا خیلی الان عصبانیم، اعصابم ریخته به هم دیگه، نمیدونم که واقعا چی کار بکنم. یعنی امیدوارم که بتونم براتون با خفن ترین ویدیو جبران بکنم، چون که واقعا خودم خیلی ذوقشو داشتم ولی تو این چند وقته خیلی اعصابم به هم ریخته، به خاطر همین نمیتونستم براتون ویدیو بندازم. و خلاصه بهتون بگم که استریمامون قرار بود که از فردای همون روز که آنباکسینگ کامپیوتر گذاشته بودیم قرار بود که از فرداش استریمامون هم شروع بشه، ولی حالا به یه دلایل مشکلاتی نتونستیم براتون ویدیو بندازیم. تو اونا رو توی ویدیویی که قراره براتون توی آپارات قرار بدیم توی یوتیوب که اون ویدیو رو نمیذارم، توی ویدیویی که قراره که توی آپارات قرار بدیم براتون توضیح میدم که چه اتفاقاتی توی این چند وقت افتاده و چرا براتون ویدیو نمینداختم. مرسی از همه رفقای عزیز و دوست داشتنی و مهربون که تا الان ما رو حمایت کردید. خدایی دم همتون گم. مرسی از حمایت های اخیرتون. من یعنی مدیون همتون هستم. دیگه فصل جدید کانال که شروع نشد، اونا رو براتون میذارم توی ویدیو جدید. فصل جدید کانال احتمالاً توی یکی دو ماه آینده یا 3-4 ماه آینده فصل جدید کانالم شروع بکنیم. مرسی از همه شما عزیزان، خیلی دمتون گرم که تا اینجا ما رو حمایت کردید. حتما این زیر دکمه دنبال کردن رو بکوبید، لایک ویدیو فراموش نشه، زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال بکنید تا یه ویدیو بعد. بدرود.